برای باز کردن استارت جا زغالی در میاریم، زغال از اتوماتیک جدا میکنیم و بعد از اون پیچ اتوماتیک هم که نداره که باز کنیم. این خودش یه ایراده، یه نقصه، باعث میشه که اتوماتیک تکون بخوره و دو شاخه استارت خورد بشه. شروع میکنیم به باز کردن بالشتک از کله قندی. 3 تا پیچ داره، 3 تا پیچ باز میکنیم. و کله قندی از بالشتک جدا میکنیم. اینجا متوجه میشیم که کلا پای اتوماتیک بسته نیست، رو پوسته بسته نبود، اصلا پیچ نداشت، الان هم وله و این خودش باعث یه ایراد بزرگ توی استارت میشه. استارت صدای خیلی عجیبی بده. گیربکسی استارت رو تست میکنیم، گیر نمیکنه، گیربکسی سالمه. دند استارت رو تست میکنیم، تو دور برعکس، تو هیچ دوری دند استارت ول نمیکنه. دند استارت هم سالمه، دو شاخه سالمه، اتوماتیک هم سالمه. استارت ما صدای خیلی بدجوری میداد. این صدا میتونه از بوش، چون همه چیز سالمه، این صدا از بوش استارته. بوش استارت ایراد داره، جا باز کرده و صدای خیلی بدجوری میده در حین استارت زدن. بوش بالا رو هم با در آوردن این خار تست میکنیم و متوجه میشیم که بوش بالا هم ایراد داره یا نه. انگشت پشت خار میگیم که چون حالت فنری داره خار نپره. واشرها رو در میاریم. باید مواظب باشید که واشرها رو گم نکنید. واشره اضاف بوده، لبه انداخته و بیرون نمیاد. حالا آرمیچر از بالشتک جدا میکنیم و باید مواظب واشر روی آرمیچر باشیم. دوستان توجه داشته باشید، واشری که پشت آرمیچر قرار میگیره اگه برعکس گذاشته بشه بوش بالایی رو میخوره و باعث میشه که بالشتک، ته بالشتک خورده بشه و اینم باعث میشه که استارت تو فشار باشه. پس دوستان توجه کنن، واشر به این صورت گذاشته میشه روی آرمیچر که این اشتباه خیلی از فنیکارای ما انجام میدن. اینم توجه داشته باشید. آرمیچر سالمه، فقط باید با بروس سیمی پاک بشه و خطوط بین آرمیچر پاک بشه تا زغال قشنگ روی آرمیچر تکون بخوره. خب بوش بالایی هم سالمه، ایراد از بوش پایینی روی کله قندیه که ماشین صدای خیلی بدجوری میده. برای بستن استارت جاهایی که نیاز داره به گریسکاری، داخل گیربکسی استارت 3 تا چرخدنده است، حتما باید گریس بخوره. گریس هم باید به اندازه کافی باشه. وقتی گریس زیاد بزنی باعث میشه چرخدنده قفل بشه، زیاد تکون نخوره. تکون میده که گریس همه جاش بشینه. داخل کله قندی سمت بوش
اینجا گریس سوار میشه. پشت گیربکس این شافت، این حتما باید گریس بخوره. اگه استارت به وقت باز بشه، سرویس بشه، روغن کاری یا گریس کاری بشه، ایرادی واسهش پیش نمیاد. تست میکنی روون باشه. اینم روون شده. جای دیگه داخل اتوماتیک گریس میخوره. اینم روون شد. دو شاخه به این شکل سوار میشه و سوار دو شاخه استارت میشه. توجه داشته باشید دوستان، سمتی که اتوماتیک بسته میشه رو همه اتوماتیک های استارت، سمتی که اینجا لحیم خورده، ببینید این سمت اصلا لحیم نیست، قسمت برقه، زغال اینجا وصل میشه، این میفته سمت بالشتک استارت این صورت. و وقتی از پشت نگاه کنی جای پیچ ها کاملا مشخصه. خب این باید توجه داشته باشید که کلا فیت بشه، پیچ کلا بسته بشه، و الا اتوماتیک لق میخوره، پیم دو شاخه سوار میشه. این پایه نگهدارنده دو شاخه است و تست میکنید. عالیه. بعد از جا زدن اتوماتیک به روی گیربکسی، پایه گیربکسی استارت، میریم سراغ کله قندی و سوارش میکنیم، تستش میکنیم، ببینیم که روونه، ایرادی نداره. که اتوماتیک دیگه لق نخوره. اینم عالیه. بعد میریم سراغ آرمیچر. آرمیچرمون سوار بالشتک بشه. نکته مهم این واشره، این اسپرینگه. برعکس سوار بشه بوشه استارت آسیب میبینه. این به این شکل سوار میشه و روش یه مقدار گریس میخوره. چون بالشتک آهن رو باز پایینه، بوشمونم گریس میزنیم، موقع جا زدن نپره، به آهن رو با نچسبه و اذیت نکنه. به این شکل میره و جا میره. توی گوشه بالشتک نگاه میکنیم ببینی بوش جا هست یا نه، که بوش کامل سر جاش. این لقی توی بالشتک باعث میشه که صدای خیلی بدجوری استارت بده. این واسه تجربه دوستان جا زدم که دوستان ببینن. بوش بالایی باید عوض بشه چون آرمیچر توی بالشتک زیادی داره لخ میخوره و این باعث میشه که صدای خیلی بدجوری بده استارت. خب دوستان عزیز، شما توجه کردید که بوش استارت ایراد داشت و آرمیچر زیاد تو بوش بازی میکرد. الان بوش تعویض شد و آرمیچر دیگه لخ نمیزنه و صدای وحشتناک استارت دیگه از بین میره. چون بوش عوض شد شاید نیاز نباشه همه
واشرها سوار بشه. به اندازه کافی واشر سوار بکنه، چون واشر قبلی چند تا بود؟ 5-6 تا بود، الان همین 3 تا کافیه و لخی آرمیچر گرفته میشه و ما خار رو سوار میکنیم. وقتی که خار میخوام جا بزنیم توجه میکنیم ببینیم واشر، خب ببینیم که یه واشر الان اضافه است، کم میکنیم و خار رو سوار میکنیم با احتیاط. وقتی که خار جا رفت تست میکنیم ببینیم آرمیچر روون توی بالشتک تکون میخوره، دور میزنه، آره، و مجالی هم نداره. بسیار عالی. اینجا رو گریس میزنیم. بوش قبلی چون کلا جا باز کرده بود و بوش گریس خور ما رو شکونده بود، اینم باید گریس بخوره. این صورت. اینو که جا زدیم باز تست میکنیم. بسیار عالی. فضاش حرف نداره. بی ایراد. خب اینجاست که دیگه زغال استارت و جا زغالی باید جا بره. اول واشر جا میره. دوستان توجه داشته باشید که فنرخوری بالشتک باید یه مقدار بالا باشه که فنر درگیر بشه. ما فشار میدیم و میاریم بالا جای خار فنر رو. واشر به این صورت جا میخوره سمت جا زغالی، به این صورت، و جا زغالی جا میره. زمانی که جا زغالی رو جا میزنی باید کلا حواست باشه که جا زغالی سوار بوش پایینی شده باشه و هیچ جای خالی نداشته باشه. اگه شما واشرتون نو باشه به این صورت لبه رو آزاد میکنید تا جا زغالی کامل بشینه و سوار بشه. اگه سوار نشه زمانی که شما فنر زغال جا میزنید جا زغالی میپره بالا به این صورت. الان فنر نشست و جا زغالی دیگه تکون نمیخوره. حالا موقع جا انداختن زغاله به این صورت. زغال جا میندازیم عایق فراموش نشه. عایق هم جا میندازیم. فنر رو برمیگردونیم سر جاش. برمیگردونیم سر جاش. به این صورت. بریم سراغ بعدی. از این روش استفاده میکنیم. خیلی راحت زغال جا میزنی، اصلا هم نمیترسی که یه وقت فنر زغال دستتو بگیره و عایق جا میزنی و آروم رهاش میکنیم که فنر روی زغال بشینه. اینجا زغال ما تکمیل شد و حالا بالشتک سوار بالشتک و آرمیچر سوار گیربکسی استارت میکنیم. این واسه اینکه شافت قشنگ بشینه شما با چرخوندن دنده استارت شافت آرمیچر رو با دنده گیربکس مچ میکنیم و این خیلی و میره جا. سریع پیچا رو سوار میکنیم که دیگه بالشتک تکون نخوره. دوستان قبل از اینکه استارت
بیرون کار با کابل اتصال تست بشه، وقتی کلا استارت سوار میکنی واسه اینکه زغال روی آرمیچر قشنگ بشینه تست میکنی. بند استارت رو تو جهت برعکس که استارت تحت فشار باشه تکون میدی تا زغالا قشنگ روی آرمیچر بشینن. بعد از این کار با کابل اتصال رو کار استارت رو تست میکنی. دوستان کابل اتصال باتری رو وصل کردیم. منفی ما میشه اتصال به بدنه و مثبت ما تست زغال میشه. زغال ما سالمه. تست اتوماتیک میشه که اتوماتیک ما سالمه و تست کامل استارت به این صورت. بله استارت ما عمل میکنه و بدون صدا. متشکرم.